منافع غیر از منافع شما ندارم. اگر من میخواستم رو منافع شخصی خود فکر میکردم در این 2 سال و 8 ماه هم در کنار شما نمی نشستم. و ایرم برای شما اطمینان میتم که کمک و یاری از خداست. ما پر نمیگیم برای این مسئله. با امید شما و رحمت الهی از خدا هیچ وقت نخواستیم که من بدون از شما در جایی برم شما را در معرکه بگذارم و خودم جان خودم نجات بدم. نه این از خدا نخواستیم. خواستیم که در کنار شما خونیم اینجا بریزه، در بین شما کشته شد و در خارج از کنار شما هیچ زندگی برایم ارزش